سوال دیگری که در اینجا آمده است گفتن استاد عزیز از چی سبب است که پیغمبرمان حبیب الله یا محمد الامین می گفتند؟ برادر عزیز و گرامی، حبیب الله بسیار نام زیبا است. حبیب به معنای دوست میاد، به معنای رفیق میاد. برای همین پیامبر گرامی که پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم که دوست می داشت و او را بهترین موجودات و مخلوقات خواند و برای اون مقام محمودی نصیب کرد و تمام امتی از اول تا با آخر روز قیامت همه شفاعت از پیغمبر آخر الزمان یعنی محمد صلی الله علیه و سلم طلب میکنند. به همین خاطر او را حبیب الله میگن، یعنی دوست الله. ما حتی در حدیث ها داشتیم که وقتی که پیامبر گرامی گریه میکردن، الله مهربان جبرائیل روان میکرد و میگفت که او را بگو که آب چشم نکنه و چی خواهشی که دارد خواهش بگد، ما خواهش او را برآورده میکنیم، اگر چند ما میدونیم که او چی میخواهد. یعنی تا آب چشم پیامبر حتی سرازیر شدن هم الله مهربان نمیخواست که آب چشم کنه. محمد الامین، امین برادرای عزیز، این گویم که یکی از کنیتاش، یکی از لقبهای حضرت بودو، لیکن در زمان پیش از پیامبریش هم به معنای که امانت مردم پیش پیامبرمان میگذاشتن و امانت نگاه میکرد و خیانت نمیکرد، به همین خاطر او را محمد الامین میگفتن. چرا که امروز ما مبلغامون میبریم مقصد در بانک ها میگذاریم تا که مثال از جای امن ای مقصد شری دزد یا مثال بگیم همسایه هست یا کسی نباشد، یعنی در اونجا حفظ می شود. او زمان ها به همین مثال پیامبرمون بودن که مال مردم مقصد همیشه در پیشش کسی که میگذاشت او را حفظ میکرد، او را نگاه میکرد، او را به صاحباش بر میگردونید. حتی همون شبی که همون روزی که گوییم وقتی الله امرش کرد که از مکه مدینه میروی هجرت میکنی، همون امانت ها بعض مبلغ هایی که در دستش بود در دست حضرت علی داد. گو من مقصد دیگر مکه بر نمیگردم و هر نفری که همین صاحبای مال که آمدن همین امانت ها را در دستشون بده. یعنی پیامبرمون اینقدر مقصد شخصی امانت نگه دارنده بود و این خاطر او را محمد الامین میگفتند. سوال دیگر، بابا جان ما بعد نماز فرض جای هامون ایواز کردیم چون که شنیده بودیم که ثواب است، خواستیم سنت را خوانیم. مولای محله گفت که این کارتون خطا است، اگر این خیل کنین ملائکه هایی که در بین هست آنها را میجقید میکشید. بابا جان گوید آیا ما گناهگار میشویم به خاطر عوض کردن جای؟ نه برادر عزیز، اکو کدام برادری از داملای ما این گپ زده است، این گپ اصل ندارد. برای فقط در صف ایستادن، صف راست کردن، در جای صف یگان در راست صف جای خالی نگذاشتن، این فقط برای نماز فرض است. برای سنت خواندن ما برادر عزیز در صف اگر بیستیم و سنت خوانیم این کراهیت دارد. باید در سنت هر که هر جا پریشان شود. حتی همین فرضه که خواندین میتونین که جاتون با برادراتون عوض کنین یا میتونین که از مثال همین جا دیگر طرف روی، یعنی در همون جایی که فرض خواندی در اونجا دیگر
اگر نمازی میخواندگی از پشت فرض داشته باشی نخوان، رو در دیگر جا خوان. انشاءالله ثوابش هم همین است، سنتش هم همین است. پیامبرمون فرض که میخواندن، بعد فرض دعاش هم میکردن، میرفتن سنتش در خانهشان میخواندن. احیانا در همون مسجد میخواندن ولی در جای دیگر میخواندن. برای همین این از سنت پیامبرمون است. کدام برادری ما از داملا گفته باشد ایرا باید بار دیگر تحقیق کنن. هیچ وقت مثال ملائکه را ما جقیدن نمیتونیم، ملائکه باید جقیدن ما هم مقصد و هلاک نمیشود. این گپا یگان اصلی ندارد. یک شخصی که کافر است بعدا مسلمان می شود، در آخرت در برابر مسلمان ها می خیزد یا کافر ها؟ البته برادر عزیز، هر یک نفری که اگر مسلمان نبود و مسلمان شد و روز قیامت از زمره مسلمان ها سر می بردارد. و کسی که مسلمان بود ولی از دینش برگشت، روز قیامت از زمره آدمای نامسلمان و بدین سر می بردارد. یعنی چگونه ای که دنیا را پدرود میکنی، با اسلام پدرود کنی در صف مسلمان هایی، اگر به ایمان و به دین دنیا را پدرود بگوی، در زمره آدمان به دین و به ایمانی. در وقت التحیات خواندن بسم الله میگوی یا نه؟ شما پیش از مقصد همون بگیم تشهد میگیم، یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات، وقتی همین را ما شما میخونیم، پیش از این برادر عزیز بسم الله ما نمیگیم. استاد، مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ در مذهب خودمان بین مسلمان و مؤمن فرق نیست. یعنی مذهب خودمان مسلمان و مؤمن مثل شکم و پشت میداند. چطوری که شکم به پشت یا پشت به شکم نمی شود، یعنی وجود داشته نمیتواند. انا مؤمن و مسلمان مذهب خودمان هر دوش یک چی میشمارد. اگر چنده که این در بین دیگر علما و دیگر مذاهب انا گویم که انا فرقا هست بین مسلمان و بین مؤمن، ولی مذهب ما هیچ فرقی نگذاشته است. مؤمن و مسلمان یک نفر است، مثل شکم و پشت.